1402 عرفان نوریکی هستم. این بار کوهپایه میخوایم که حصار قلعه نو رو به شما معرفی بکنیم. حصار قلعه نو چیه؟ اینجاست. به این میگن قلعه و اینم حصار قلعه نو که از اینجا مشاهده میکنید. در روبروی حصار قلعه نو یه کاروانسرا وجود داره که خب الان به صورت اقامتگاه داره ازش استفاده میشه. خب حصار قلعه نو به این حصار میگن یک حصار فوق العاده عجیب و البته قشنگ که در زمان ساسانیان ساخته شده به احتمال زیاد، چون که یه قلعه ساسانی هم نزدیک اون دقیقا قرار داره که حالا اونم با هم دیگه بعد توی یه فیلم جدا برای شما توضیح خواهم داد. الان دیگه احتمالاً به دلیل حالا ساخت و ساز جاده‌ای که حالا انجام شده قسمتی از این دیوار و یا حالا حصار متاسفانه نابود شده و فقط این قسمت از حصار قلعه نو باقی مونده که با هم دیگه میبینید. در اصل اینجا یه حصاری بوده که تا اون قلعه‌ای که حالا اینجا تا این محدوده که حالا اینجا که مشاهده میکنید، این تا این قلعه‌ای که حالا اینجا هست یه حصار، این حصار تا اینجا ادامه داشته تا اون قلعه و کاملی حصاری بوده که قلعه رو میپوشونده و از حملات دشمن در زمان ساسانی دفاع میکرده. اما خب حالا به دلیل اینکه بالاخره میخواستن شهرسازی و گسترش بدن و اینها، این حصار رو زدن و خرابش کردن. در ادامه جاده که مشاهده میکنید که ادامه حصار اینجا قرار گرفته. این ادامه حصار هست که البته به دلیل قدیمی بودن این سازه قسمتی از سازه رو آجر قرار دادن که این سازه باقی بمونه و وگرنه در وسط سازه همونجور که مشاهده میکنید اصلش وسط سازه است که این سازه در است ادامه حصار قلعه نو هست و اینجا هم که خودشون با آجر سعی کردن که ترمیمش بکنن و این هم ادامه حصار هست. اینجایی که میبینید اومده بیرون رفته تو احتمالا قلعه بوده و حالا به دلیل شرایط فرسایش باد یا حالا فرسایش خاک یا هر چی که هست مورد تخریب قرار گرفته. در ادامه هم که میبینید اینجا در ورودی قلعه هست که حالا احتمالا به دلیل نشست زمینه که در اومده پایین تر. ادامه این حصار رو با هم مشاهده میکنیم و البته اینجایی که الان دیگه به خرابه تبدیل شده و داخلش متاسفانه آشغال ریختن. اینجا هم جاهایی بوده که سربازها درونش احتمالاً قایم می شدن و جایی خیلی حالت غار هم داره و خیلی هم قشنگه. ببینید اینجا من اگه بخوام اینجا رو نشون بدم به این صورت، اینها سقف دیوار هست که به این صورت هست و اینجا هم جایی بوده که سربازها قرار می گرفتن برای مواقع ضروری و قشنگ هم مشخصه دیوارهای قدیمی و زمان ساسانی هست. حالا نیست که سریش هم با آجر درست کردن، ولی خب ما از آجرها بخوایم بگذریم به خاطر اینکه میخواستن به هر حال حصار باقی بمونه کار درستی هم کردن، چون که میخواستن حصار باقی بمونه ناچار بودن که از آجر استفاده کنن. این قسمت هم با هم دیگه نگاه میکنیم که باز هم سربازای 4 تا دریچه داشته که احتمالاً سربازا توی این مناطق حالا یا استراحت میکردن یا قایم میشدن. یه در ورودی هم اینجا داره که مشاهده میکنه که از این طریق وارد دنیای جدید میشیم. اصل قلعه که حالا هنوز پا برجا مونده این قلعه هست که داخلش هم میبینید که از اینجا احتمالاً پله میخورده میرفته بالا. برم داخل. آها بله، اینجا یه جای خیلی دبش جالبیه. اینجا الان سقف قلعه رو مشاهده میکنیم. ما الان دقیقا در زیر قلعه قرار گرفتیم. واو چه جایی پیدا کردم. اینجایی که من الان پیدا کردم پله میخوره و میره بالا. اینجا یه پله میخورده میرفته بالا و البته چیزی که نکته‌ای که بعد اینجا من بهتون بگم اینه که الان دیگه خیلی سخته، پله‌اش خراب شده، پله‌ای که در اصل اینجا بود. اینجایی که من الان این قسمت پله بوده، از اینجا تا این بالا که شما الان تا اینجا که مشاهده می‌کنید از اینجا تا اینجا قشنگ پله بوده
و پله میخورده و میرفته بالای قلعه. ولی خب حالا متاسفانه به دلایل نمیدونم حالا چه دلیل، حالا به دلیل فرسایش حالا یا خودشون از عمد خراب کردن، میرفته اون بالا و داخل خود قلعه میشده. خیلی جا اگه بتونم حتما میرم بالا و برای شما یه مستند جدا از داخل قلعه تهیه میکنم که خیلی میتونه جذاب باشه. یکم بعد جاپا بذارم و نیاز دارم به اینکه انفرادی در از دوربین نباید دستم باشه برم بالا. پروازها میرفتن از این طریق بالا و حالا شاید هم اون بالای دریچه‌ای بودی که راه پیدا کرده به قلعه و میایم ادامه راه رو که با هم دیگه طی بکنیم. میرسیم به خارج از قلعه که این خارج از قلعه است. البته من این نکته‌ای که میتونم اینجا الان اشاره بکنم برای خارج از قلعه، در اصل میتونم بگم که این در اینجا یه در بوده، یه در خیلی قدیمی بوده که دوباره در زمان ساسانی قشنگ مشخصه. این چوب هایی که اینجا دارید مشاهده میکنید، این چوب هایی که بالای در قلعه است که اینجا دارید مشاهده میکنید، این چوب ها قشنگ مشخصه یه در بهش وصل بوده. ولی خب الان اینجا من یه در قدیمی دارم میبینم. این در احتمالاً مال زمان ساسانی بوده که ساخته شده که ما رو وارد حصار میکنه، در اصل ما رو وارد قلعه میکنه. قلعه منظورم همون جایی که بوده که امپراتور توش حالا یا پادشاهشون توش زندگی میکرده یا حالا محافظت میشده، یا همون فرماندهی که در اصل این قسمت رو میپایده. این در هست که مشاهده میکنید که درش هم فوق العاده قدیمیه، یه ذره تکون بدیم به فنا میره. اینم از در که بله مال زمان ساسانی هست، با آهن ساخته شده. و البته اینجا همچنان ما زیر قلعه هستیم. اینجا احتمالاً راه‌های متفاوتی برای ورود به قلعه وجود داشته. اینجا هم همون جایی بوده که سربازها توش در اصل استراحت میکردن یا حالا کمین میکردن که در لحظه مناسب کار دشمن رو بسازن و حالا نگهبانی بدن. و در کل حصار قلعه نو این بود که من براتون توضیح دادم. یک دیوار بیشتر، هدفم بیشتر دیوار بود که نشون شما بدم، نه حالا اینکه بخوام برم بالا قلعه و حالا دخالت خاصی انجام بدم. ولی احتمال زیاد حالا اگه تونستم که میرم بالای قلعه و اونجا یه مستند برای شما تهیه میکنم حتما که بالاش خیلی قشنگه. بالای این قلعه فوق العاده است و اگه بشه بری بالاش، راه پیدا کنی جوری به بالاش. خب من یه خرابه جدید پیدا کردم که این خرابه هم قدیمیه که مربوط به همین حصار قلعه نو میشه. اونم با هم بریم الان ببینیم. خب اینجا به به چقدر اینجا قشنگه. وای اینجا میبینید که دریچه های ورودی حصار هست، خیلی قشنگه. و اینجا قسمت دیگه از استراحتگاه و کمین کردن حالا سربازها بوده. اینجا از اینجا سربازها راه پیدا میکردن. خیلی کوچیکه، حالا یا به علت اینکه خاک روش اومده یا به دلیل اینکه به هر حال نشست کرده، ولی قطعا از این بزرگتر بوده و ادامه داشته. و اینجا هم که شما دارید مشاهده میکنید ادامه حصار هست. این قسمت دوباره یک گنبد دیگه هست و این قسمت هم بالای قلعه هست. اینجا دور تا دور حصار هست که با هم دیگه مشاهده میکنیم. میتونم برم داخل ولی چیز خاصی اینجا نداره، فقط دیوارهای قدیمی هست که وجود داره. بریم بالاتر. من یه در ورودی فکر کنم به قلعه پیدا کردم. نه این در همون دریه که وارد پایین قلعه میشده و همون دریه که به خدمتتون عرض کردم که راه داره، که حالا من اگه بتونم، ولی میترسم که یه وقت پلاش خراب بشه چون قدیمی است. حالا تلاشمو میکنم با احتیاط کامل، سعی میکنم که این کار انجام بدم که برای شما مستند از این حصار تهیه بکنم. من به عنوان توریست و به عنوان گردشگر باید حقوق طبیعت رو رعایت کنم و نباید لطمه به آسیب آثارهای باستانی وارد بکنم. تلاشمو انجام میدم ببینم که میتونم برم بالا یا نه. خب مرسی که منو تماشا کردید. عرفان نوریکیا هستم، این دفعه کوهپایه با حصار قلعه نو 1402. خب همراهان عزیز بالاخره موفق شدم بیام بالا و این
قسمت بالایی قلعه هست که من از این پایین اومدم بالا و خیلی اینجا تنگه. برم بالاتر. خب اینجا قسمت بالایی قلعه هست. بکنم اینجا هم راه داره به بالای قلعه. از اینجا سربازا راه پیدا میکردن، همچنین تسلط داشتن روی دشمن از بالای قلعه. از اینجا تسلط داشتن روی دشمن، اینجا مستقر میشدن و خیلی همشون رو حساب کتاب ساخته شده، واقعا ایول. و اینم این قسمت ها هم محل هایی بوده که سربازها اقامت میکردن. دیگه شاید گذر اون به اینجا نیفته چون من انفرادی اومدم بالا، خیلی هم سخت. بریم بالاتر ببینیم که بالاتر چه خبره. به 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 به، رسیدیم به خود قلعه. این قلعه اصلی هست که اینم باید فکر کنیم به گنبد بشه. اینم قسمت قلعه اصلی قلعه. یعنی من که الان 170-180 متر قد دارم، 182 متر قدمه، باز هم به خود قلعه به بالای قدم به خود بالای قلعه نمیرسه. من نمیدونم سربازای اون زمان چطوری از توی اینجا رد میشدن میومدن بالا از توی این قسمت و راه پیدا میکردن به این قسمت و شروع میکردن تیراندازی کردن و قدشون هم میرسیده. آخه اینجا خیلی کوتاه، در اصل کلت میخوره به سقف و به دیوار. اینجا هم خیلی بلنده، مثلا نمیدونم جور در نمیاد، چرا خم میشدن و خیلی زیرزیری و اون در اصل لباسای سنگینی که داشتن و با این ابزارات سنگینی که داشتن چجوری اومدن این بالا و این بالا تیراندازی میکردن من نمیدونم. ولی به هر حال اینجا هم که آجوریش کردن، در اصل قلعه اینجاست، این قسمته اینجوری بوده، به صورت کاگلی بوده کل قلعه و سربازا میرفتن و تیراندازی میکردن. آثار کاگلی زمان خودش خیلی آثارای قوی بوده و حالا در اصل خیلی زنده بوده و اونجا از آثار زمان خودش خدایی بوده و اصلا نور چراغ قوه من جواب نمیده برای بسیاری از قسمتی که فوق العاده تاریکه. و اینجا میدونید که از مشعل استفاده میشده ولی اینکه بیان بالا و از تیراندازی خودشون رو انجام بدن. فقط اینجا یه قلعه بود که من تونستم بیام بالا، بقیه قلعه خراب شده و قابل دسترسی نیست. خب من دیگه قطع کنم فیلمو بتونم برم پایین، چون که پایینم باید حتما گوشی دستم نباشه و خیلی پله‌ای میبینید که پله‌اشو نگاه کنید، پله‌ای خیلی ناجوری داره و بعد بپرم پایین یه جوری و خیلی سخته. کاش که پله‌اشو مونده بود و تونسته بودیم بریم بالا. خواهی پله‌اش مونده بود، این آثار دست نخورده نبود و حتما مردم یادگاری چیز اینجا می نوشتن. خیلی ممنون که منو تماشا کردید. عرفان نوریکیا هستم، 1402 کوهپایه. این هم از حصار قلعه که دیگه تهش در آوردیم، ولی قطعا خیلی خوشم اومد از این حصار قلعه و در موردش تحقیق خواهم کرد. خیلی ممنون، خدا نگهدار. آها این هم جزو همون حصار قلعه میشه. آها بسیار زیاد. اینجا قلعه هم بوده خراب شده. خراب است، خاصی توش نیست. ادامه حصاره. بله اینجا هم قطعا قلعه داشته خراب شده. همش تخریب.
اینم هست. سلام واسه مشخصه اینجا قلعه داشته خراب شده پیداست. بله چشم. و چقدر قشنگ این حصار اصلا از این نما فوق‌العاده است. اصلا انگار صد بوده به دیوار. اصلا این دیوار رو همین الانش هم بسازن بازم خراب نمیشه به این سادگی. خیلی قشنگه. اون زمان واقعا به عظمت دوره ساسانی و هخامنشیان، حالا از هخامنشیان گرفته تا دوره ساسانی، قشنگ میشه به عظمت و بزرگی ایران پی برد. خیلی زیباست. اوه چقدر قشنگه. این قلعه سفیده نو یا قدیمیه؟ دیوارش سفیده. کاگل کردن. کاگل کردن. آها خیلی قشنگه. ادامه قلعه اینجاست. خب این آب انباره و اینم قلعه. فوق‌العاده است. چه حصاری داره، ادامه داره تا آخر. اینو زومش کنم. به به آدم کیف میکنه. خیلی قشنگه. اینجا ادامه یک کوهپایه هست و همچنان حصار قلعه‌ای که نمایان شده در دل کوهپایه و اشاره که به ثبت میراث فرهنگی هم برسه. اینم آب انباره. خیلی زیبا. اینجا هوا میزده آب خنک میکرده درسته؟ به صفویه موجب خب فقط گفته که تخریبش بده. چیز خاصی نگفته، توضیح خاصی. حالا برای تحقیق کنیم دیگه راجع بشیم. آره خیلی قشنگه. اینجا همه سرباز وای میستادن و از اینجا خیلی حصار بزرگی اصلا شهر بوده واسه خودش. خیلی اصلا حصار رو که نگاه میکنی از این کله شهر این حصار وجود داشته. همینطور قلعه 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 تا اینجا. اصلا یه چیز فوق العاده عجیبیه. خیلی بزرگه و اصلا یه شهر بوده داخل این قلعه. یه شهر بوده. خیلی زیباست. اولین طور شده بعد روش کاگل کشید. بله بله. آدم اینه. آها آب داره. ایوه بریم ببینیم. چقدر خوب آبم داره. بس بریم پایین. من اینجا فکر کنم چرا قوه بزنم. من شیر بست کردم. خوردنیه؟ ایوه عالیه. خب بازم آب انباره اینجا بازه. تو ناهین که رفتیم همش بسته بود. همش میبندن.
عالی. این مسجد خیلی قشنگ، خیلی قشنگ اصولی. اصلا پله ها رو برد نگاه کنیم ما چقدر فاصله گرفتیم از خوده. میره پایین. شیراب هم داره قشنگ اینجا. شیراب هم داره، خیلی زیباست اینجا. حالا بریم بالا. اینجا خیلی بزرگتر از آبنباره دیگه. اصلا با آبنباره دیگه خیلی فرق داره، ابهت خاصی داره اینجا. پشت آبنباره همجا که رفتیم اینجا پشتش این مشخصه خیلی بزرگه سقفش. چه درای قشنگی داشته. چیه؟ خیلی نگاه باستانی قشنگیه. کسی توش هست؟ بریم. یا علی قاره. سلام. آب رد میشه. هنوزم آبش پابرجاست درسته؟ مثلا برای وضو گرفتن وضو اینا. آره آخه آبش از خود سد و ایناست. مثلا آب چا ماهی هم توش هست. جانه خیلی قشنگ. بسیار زیبا. اینجا چا داره درسته؟ چا اصلی اینجاست. مثل همه. سلام خوب هستین؟ بله مرسی. ادامه همونه حصار قلعه. چقدر بزرگ بوده. همه در خودشه ها. این همشه سارقله است. چقدر بزرگه. ارتفاع هم داره. اینجا دیگه آجور زدن. اینه فکر کنم 100 سال؟ بیشتره؟ نه آره بهش میاد من 100 سال پیش باشه. درش هم خیلی قدیمیه. حال ساخته همین قشنگه. باریکلا خونه بوده. چقدر بزرگه. آره مشخصه بیشتره. به اینجا میره کجا این پلا؟ چقدر تیزه. پشت بونشه. میره پایین. و وسطش وایس. آره یهو میره پایین. خیلی قشنگی. فوق العاده است.
اینجا فکر کنم نون درست میکردن ها. حله اشتباه به فروش میرسن. اینجا روش سرمایه گذاری میکنه. خیلی هم عالی، خیلی قشنگ. آره مشخص. ولی فکر کنم از زمان رضا شاه باشه. سرمایه گذاری میخواد. بله. آها اینم خونه بوده. ها این حسار قلعه است. بله بله. درسته. هم دوباره یه قلعه بوده که خراب شده بود. بله. اونورش هم آها میره تا اونجا. خیلی زیبا. نه بهش میاد که مال زمان قاجار باشه. پشت مسجد شاه. اصلش این کاگریه اینجاست. اینجا دیدیم. نه فکر کنم نه. اوکی. اینجا هم که نمیشه. 100 سال؟ آها. زمان رضا شاه اینا. حدودی گفتم. آها. ولی درش بسته. این هم خونه است؟ ابا خونه بریم. جالب شد. اینجا فرق داره. سلام حاج آقا. سلام. واسیم. الان شما دارین گیلی میگفین؟ گیله؟ گیل اباه؟ ابا. سیاه زیبا. یه توضیح در مورد ابا بگین که ما بدونیم. ما تو شهر خودمون ابا بافی اینجوری نداریم سنتی. مال کجایی؟ اصفهان. مال کجا اصفهانی؟ من مرکز اصفهانم، سمت مسجد لنبون. مسجد لنبون. بله. نداره که ابا نداره که اونجا. بله. این کار یک وقتی 4 دنگ مردم کوپای کارشون این بود، درآمدشون از این کار بود. خب بله. صادر میشد در سوریه. بعد یواش یواش یه صادراتش کم شده دیگه، مردم ول کردن شغل. یعنی امروز هم با این شغل کردن درآمد حساب کنی چیزی نداره که مثلا یکی بیاد دنبالش مثلا تولید کنه، یا مثلا آقا رضایی ایشون بیاد مثلا دنبال این کاره بگیره مثلا تولید کنه. چرا؟ چون وضع کارگر، قیمت کارگر بالاست، با این کار به هم خونی نمیشه. الان ما هم چون بودیم دنبال این کار، ما باز نشستم ازش پرورشیم، کاری بودست که شغل پدر و مادری و اجدادیمون بودست. آره. الان میگم که 4 دنگ مردم کوپایی که این کار روشون بودست، الان به 4 نفر 5 نفر رسید. این هم 3 تا باز نشسته هستیم، 3 تامون باز نشسته هستیم، یکیمون هم شاغل است، کارخونه میره، بعد ور کاریش هست مثلا میاد که یک عبادتمون میکنه. بله. این از این کار زنسش هم چه میدونی ببین؟ اولش این پشم گوسفند سفید. درست. با این پوست انار رو ناس رنگ میشه، این رنگ قرمز در میاد، این رنگ قرمز در میاد. آها. اون وقت الان اینجا روناس انار رو نداری نه؟ تو پوست انارشون اینجا هست ولی روناسش نیست، روناسش خونه هست. اوکی. آره با روناس رنگ میشه. بله. خب با پوست انار روناس که رنگ شد، بعد میدیم حلاجی که کردیم، بعد میدیم بیریسن، نه خام بیریسن و بعد عواش میکنیم. بعد که عواش شد تقریبا این نخی که میبینی اینجاست، نخ پنبه است، چلش پنبه است. این یکم نخی چیه؟ پشم است. بعد سر اون دستگاه پرز میشه،
به صورت آهار بهش میزنه اینجا اونجا پیچیده است نبایه با آره پشتش است الان روش است روش اون طرف است روش اون طرف روش اون طرف بله بعد سر اون دستگاه تخت اتو میزنه اتو که شد بعد اینا قواره فروخته میشه هنوزم کسی میخره خریدار داره خریدارش نخری الان چه به اون صورت نه اینا الان به اون صورت که اینا که مدیر کاروانن آشنا شدن این طرف میرن کربلا برن سوری اون طرف میخرن کشور عربی میخرن اینا رو ولی تو ایران مصرف نداره تو ایران بله تو ایران این هوا مصرفی نداره الان این شغل هم که ما داریم این داسو این هوایی که ما تولید کنیم محمدیه ناین است من بعد محمدیه ناینه رفتم ولی خب اونجا هواشون از ظهر شروع میکردن وقت نشد اونجا فیلم ندیدی هواشون نه کامل ندیدم حالا اونا اومدن چیکار کردن اومدن دیدن که هوا به اون صورت فروشی نداره دینا اومدن دندونه هاشون دونه هاشو گشادتر کردن بعد از این خام قالی ها هست که اضافه میاد بله به صورت ما میگن 1 متر و نیم 2 متر میگن دم دری دم در اتاق پهن میکنن اون زاده هواشون خیلی کم شده اونجا قالی بیشتر گفتن که قالی هم الان قالی کلا که اگه بچه اسپان باشه خود استان اسپان یک وقتی اولین تولید کننده قالی بود 100% الان به صورت که مثلا قالی صادر نمیشه و دیگه کاری شده که اصلا رها شده یعنی الان خامه و ابریشم و این قالی که مثلا مصرف بشه اینا دیگه نه الان چیزی گرون است مثلا کارجایی که مثلا 1 سال و نیم 1 سال 2 سال مثلا 2 نفر 3 نفر دختر یا خانم خونه بشینه توی بافته اینا که میگه ولش کن دیگه میرن آماده میخرن نه ببین نه یک وقت رابطه با آلمان این کشورهای اروپایی خوب بود اخوی اینا میرفت اونجا میرفت اونجا اینا استان اصفهان یک وقتی شما چند سال من 20 سالم 20 سال بله آره این که میگم مال خیلی وقت پیشه خیلی وقت هم نیست انا چند سالی است این رکود شد پشموال بینه وقتا دخترها رفتن دنبال درس بخونن و مهندس بشن و دانشجو بله دیگه درس صنعتی شده قالی را ولش کرد بله نه کل استان اصفهان بیشترین قالی اونجا الان مسگری بازارهای مسگری همچنان پاورجاست بله خیلی مسگری خوبه خوب که نسبت به زمان قدیم نه ولی نسبت به کسی نمیره دنبالش نمیره آره دیگه عشقی دارن کار میکنن اگه بیام بشینم شما 10 دقیقه بشینم اصلا حوصله سر میره من چند سال پیش چون اومده بودم نمیشه گفتم ای روز 200,000 تومان به من بده اصلا صرف میکنم چه نگاه تو رو بکنم که این کارو میکنی نه والله ببین مثلا شما بشین 10 دقیقه 5 دقیقه چسان من دفتیم بزنم اصلا حوصله سر میره میری بیرون حالا اینا که علاقه خیلی دارم علاقه به شغلای قدیمی خیلی دارم علاقه دارم که مثلا ازشون مستند تهیه کنم فیلم بگیرم الان نسبت به کارگر امروز و قیمت کارگر امروز صرف نمیکنه آره اصلا نمیصرف مثلا این آماده بشه 2 تومن بفروشیم یک قواره 6 متر پناش پارچه که میخرین و کارهایی که روش انجام میدین اصلا صرف نمیشه 80 تا قدش 7 متر میبافیم یا 6 متر میبافیم 2 میلیون تومان 2 میلیون تومان دو چیزی بهت میدن تو بازار واقعا هیچ حالا اون طرف میخرن اگه کسی ببره دنبالش اینا ما یک وقتی زمان جنگ که بود مثلا مشتری پشت سر مشتری تولید کننده هم زیاد شده الان خدا رحمتش کنه همشون فوت کرد این کارگاه بغلی اساسا افتاده 7 نفر که اینجا کار میشه اینجا 2 نفر 3 نفر کار میکرد خب الان کسی نیست مثلا واسه کارگر امروز مثلا من 5 روز یا 6 روز بشم یک قهوه بخوام چقدر مزدش میشه روز 200 تومن که حساب کن چیزی در هیچی داره این شغل دیگه کسی هم دنبالش نیست مثلا ادامش بده اینا یعنی چه خب صرف نمیکنه اگه صرف میکرد ادامه میدادن صرف نمیکنه درآمدی امروز رو صرف نمیکنه صرف نمیکنه بله الان هستن کسایی که بتونن ببافن یا اوتو کنن کسی نمیاد این کارو کنه این طرف شیرازم طرف استان فارس هم یکی از این روستاش هست چون از اون آبای قدیمی را درست کنن
اونا با پشم شترشون نخشم با پشم شتر میریسند و عبا میکنن. اونا رو 7-10 میلیون و اینا. اوه پس اونا خیلی اونا هم اونجا هم به اون صورت توسعه نداره. بیشتر فقط جهت جذب توریست و جذب گردشگر این چیزاست. نه اونا هم طرف کویت اینا میخرن کم و زیاد. آها کشورهای عربی اونا که اونا هم مثلا به 50 تا 100 تا نمیرسه، یک چند تایی زیر 10 تا. زیر 10 تاست. خب من نه این که رفتم بافی زیاد داشت. بافی داشت این اکثرا گیلی میبافن دیگه، عبا نمیبافن. دیدی پس گیلی ما رو دیدم ولی خب گیلی نیست تقریبا خودش میگن رو دمدری. آماده کرده بودن تموم شده و گفتن زور ما شروع میکنیم. من صبح رفته بودم گفتن ما زور کارمون اصلا کلا گفتن کارگرام هم نیومدن ادامه ما رمزونه نمیاد. نه اونجا چند تا پیرمرد بودن بهشون فوت کرد. آره اونجا فوت کردن اون ساعت عباش 1-2 تا هستن که دنبال عبا و اینا هستن. با عبا طریقه ساختش فرق داره؟ نه رنگش فرق داره. رنگش یعنی همینطوری تولید میشه و رنگش فرق داره. آره ببین همینطور که مثلا این زمان میگفتیم ناینم همینطور میگفت. اوکی. یکیه. ولی خب اونا مثلا ممکنه رنگ مشکی داشته باشن، رنگ شتری داشته باشن. رنگ شتریش مثلا با پوست گردو روناس رنگ میشه. پوست گردو رنگ میشه. مثلا پوست گردو روناسش چه رنگی در میاد؟ روناسش در دسترس نیست. با پوست گردو که رنگ کنی داشته باشه. رنگ گردو میگیره فکر کنم پوست گردو که رنگ کنی این رنگ در میاد. مشکی ترم در میاد با پوست گردو روناس کردن. این مثلا که رنگ ما کردیم با پوست انار رو روناس کردیم. آره. ببینم کم زیاد اون طرف میخرم ولی این ور خوبه. بازم خوبه که اون ور امیدواریم که دوباره این شغل رو نقم بگیره چون خیلی قشنگه. یعنی همیشه با دسته سینست چه کسی الان چون همه چی دستگاهی شده عملا کسی نمیاد. نه ببین دستگاهی نمیشه کرد. شما مثلا برقش کنی و دستگاهیش کنی و نمیشه. چون پش پخته شده 2 ساعت دوشیده شده است تو کاتی تو دیگ وقتی جینش با دستگاه نمیشه بعد از اونم که با دستگاه بخوای بافته نمیشه. تا چه عقب میبری برای چه دفتیم بزنی باید بعد این دو پرز بده دینا دستگاه برقی دنبالش بودن دینا دستگاه برقی نمیشه. تا دست همش با دست. تا این نخ کردن و ریشتنش هم چون پش پخته شده سو با دستگاه نخ نمیده. من دنبالش بودم که رفتم خمینی شهر اینا که بجردم که مثلا یک دستگاهی پیدا کنم که مثلا نخ کننده نه میگه رنگ کن همجای رنگ کن رنگات یک رنگ باشه بیاد من نخ میکنم برات ولی بعد که این میشه عبا میشه بازم قول ما چیزی صاف نیست رنگش جور در نمیاد. این شغل رها شده فعلا دیگه. نه بابت توضیحاتتون متشکرم. چقدر حالی که این خود کوب پای تو این روستا گفته میشد هنوزم هست. هنوزم اگه طرف ورزنه و اینا بری ورزن تصمیم دارم برم اینا میبافند اینا زیاد میبافند ولی این طرف ها به درس علاقه بردن دختر گرفتن درس خون شدن دیگه دانشجو بشن و دکتر بشن و معلم بشن نه کاری اداری بگیرن کاری اداری الان بهتر است. الان خیلی زنایی این زمان که هستن کارخونه ها که هست خب تشویقشون میکنن به کارهای اداری دیگه. نه خب زنایی هم که تقریبا 20 سوادن مثلا سیکتور دیپلم اینا دارن رفتن تو این کارخونه ها کار میکنن کارخونه ماهی کارخونه چی کارخونه هست. این شغل یه کسی دنبالش نمیره. بله
مبارزا بودن دیگه، همه جوره زحمت ما رو کشیدن، دمشون گرم. حالا شمارهشون رو گرفتم که ایشالا برامون سفرهای آتی توی کوهپایه در خدمتشون باشیم. کار پیکو کردن، خیلی آدم با مرام با معرفت، فوق‌العاده. من لذت بردم از این کوهپایه و آثار باستانی که دیدم. فیلمش هم برای شما گرفتم، از عبا بافی یا گلیم بافی گرفته تا آبنبارهایی که داخلش رفتیم دیدیم و البته حصارقلعه که فوق‌العاده آثار باستانی مهمی بود. دیگه چیزی نمونده توی کوهپایه که بخوام ببینیم. چند تا مسجد هست که اونم درش بسته است، ظهرا باز میشه و ما کارمون زودتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردیم در مورد مستندسازی در مورد کوهپایه تموم شد. خدا رو شکر که تونستم یه آشنا توی کوهپایه پیدا کنم. مرسی که با ما همراه بودین و فیلم‌های ما رو هم حتما اگه وقتتون کشیده دوست داشتین تماشا بکنین. عرفان نوریکیا هستم، 1402 کوهپایه در روبروی مسجد کاروانسرای شاه عباس و اینجا هم که پشت سرم حصار قلعه همچنان پابرجاست که روبروی کاروانسرا قرار داره.